السلام عليكم موندنا شاهدهم يوم قبل عريش واحد تحيي الروقي عالم خاره دشمن یار بسیاره ای داد کی هستی؟ همین یک تیرو ما به زبون اختما تی دالون نوردی میگفتی که جا بوده همین قدیمه ها وقتی تونل جای کوک قدیم این کای ها ساخته شده دیگه اینه نه؟ چند سال شما میدونید نمیدونید هیچ کی به خاطر نه بیان نداره زمین لرزهای سال وقتی نزدیک شدگی به همین جای هم ضرر دیدمی؟ نه خدا خواهی جای چی میشه ها شلوخ بالا بود که پالورک ای دوم نبردی نوا ها این دامبا هم دوستن؟ یا زیاد دامبا هم دوستن؟ برم کرد برم تو دربی کالی خام کرو بزنی او باش تازه بود اصلا؟ این برای چی هم اگه؟ میکنه مردم اون میشه بابا این جور کنن گیرین وای مجا دیاش اوجه ما گفتم کو همیشه با مال مو آهن رکی با دامبا دی ها؟ نه نترسید من عادت کردگی زنشه همیشه که بچه نه من نترسیدم همی دیده همون جایی که با همون چوب میگیرن چوب میگیرن آب میفراد برای چی گفته؟ برای زمین آبتی؟ برای زمین آبتی؟ اگر همه خیلی دامبا نکرده زمین آب داده نمیشه می؟ آب مکم نمیرسد؟ نمیرسد این بعد هر چند وقت خیلی دامبا میکنه؟ میدونی چند میتونی خودش هم ترجمه میدونی چه این هر چند وقت خیلی دامبا میکنه؟ هر روز این همه آبی سای هم دوست ها؟ همه آبی سای ها همه هم دوست؟ حال نبره اون شعب برومندگاه شرکو بالا با توجه تماشابینانی که در شهر مسکو، سنت پترزبورگ و سامارا کار و فعالیت میکنند میخواهید سرحد قزاقستان را گذر کنید با برادر عزیز فرخ جان مراجعت کنید با اتومبیل های 4 نفره و 6 نفره میتوانند در خدمت شما باشند برای شما برای کار راه سفید سفری بی خطر خواهان هستیم اینجا دو سروته نقل میخونن خدا خواهد ها باید من همینجا با یا جو مزار یک خطه میخونین من فوتبال بازم نه میتونم نه نه بنده گرایش من دونی باغ منه ممکن است یا نه ابور؟ برافت میشه باز گرفتگی میآوه؟ او برافت میشه گرفتگی ها؟ مانه دیگر چه محکم میشه؟ وقتی میشه دوره یه تکشون ها؟ وقتی میشه یه تکشون میشه هازی محکم یا کشودگی؟ شودیه چه گیره دیگه محکم میشه؟ نه تمام یا با مانه آه چوب میمونه دا؟ فهمو واکی لابا کلام شد نی شما کلان کرده دو زیرا؟ نونه بگو اینا نه نونه الان نه عموما فهمو مقصد که همین حوض عموما برای دهه آب دادن بوده است دیدید اگر آب هم نرسد علاجش بوده است من حوض کرده یو ببینید چه میکشده کل دهه میکشه آب داده ایستادن این فقط روزانه میکشونه اما این کی ساخته بودن والله همین چیکو اینا خیلی نه ما نبود چند چی یک میخواد بله ها یا 90 میلیارد نباید بگم پیر شد جنگ توی سکو سال پیش ها دولار بسیار ناز اینا چشم خرگوش هم این بالا ناآمده است ها خدا میره کار دیگه در خور دیگه چند سال شده باشه خور این آبی سای نه ای نه آبی سای قهوه خیلی نه سای در بالا چشم دست رسونه یا با خنوگا دست یخ میکنه اکو ابوز ابو دمی آب دست کنید کنه خنوگا روباب تیت روباب سپوره دستون رسونه دست رسونه رسونه نترسیده خونو که یاخ خنوگی نامش چشمه خرگوشک بوده است فهمیدید یک قوم بخوره نه نمیکنم خنوگا آبی این خونه بگم نه لوکو خره آبی شفا تقدیر کنات مرز آبی شفا های چشمه خرگوشک در دهه روگیفی کوهستان مسچار خدای بزرگ الله بزرگ لا بس اخو خريت طب شابونا شنو دي
این جگر صحت میکنه است به شوخی یک خون خورد ضرر نه نمیده بنیاد شفا بنیاد شفا شما خوردی؟ ما خوردم او باور نکرده چی؟ انا بینید چی میخورم آبی چی بوده شفا؟ چشمه خرگوشک ندیدید؟ بس سوزان؟ اصلا بارون با که مزه باد او بهترین سلام خدا شو بالو زوم میرود 200 متر نه رسیدیم نه من 2 متر نه مزاری کی گفته دمک؟ بیبی سومه بیسومیا خواهری خواجه محمد گلشن خواجه محمدی گلشن چه بزن؟ زرک حاج بود او آدم خواجه محمد گلشن خواجه محمدی گلشن خواجه محمد گلشن از کجا اومدن که خیلی حال تاریخشون نیست بعد این آدم خوار شد فهمیدید و در وقتش پیش همون قشلاق ما در همون تب داد فهمیدید همون تب داد بعد و در همون بود بعد همه آدما همه خرکی اسبی اون همون خور رفتن وقتی شما انگ خیزتی مور زیر پو کردید با مقصد با کوچینن با این بالا برونن با خرره شده صحبت چیزا خودشون اصلا کی بوده که صحابه اولیاء اکی اینا پیش برام اکی باید خیلی میگوس آره گفته باید صحابه باشن و نه که اولیاء لنده شو اولیاء ها همون قصال به همون چندین سال بعد بعد برای من دوله یک چیز جالب بود که در بالا زمین در بالا مزاری حضرت داوود بود ها داوود راغبه همون مزار حضرت داوود پیغمبر اکی آره همون گفته همون اکی پیری همون آهنگرا دیگه مثلا همون آدم ها اکی اینا ایکا پیش دارن اینا مثلا حضرت ابو موسی اشعری میگود این آدم مثلا به حال دام بالا هستن یه خلالون میگن دیم ابو موسی اینج گذشتگی نه و اینا مثلا همون دام مکان اختاش دام شهر اختاش بدن و همون یزید می حجاج ظالم ده قصد کشو میکنه اینا اولاد پیغمبر گفته من میگیرم اینا هم کریستیانو و پناه میکنن حاضر همون جاها قدم جاشون نکن بعضی ها قدم جای مزار فرق نمیکننده قدم جاشون یا که مزارشون نه خب مزارشون مزارشون حضرت داوود هم اونجا مزار هم مزارشون تا همون دوره همون موزیکی سالار میگفتن که همون نغمه همون آهن میکوبن کو همون به خیلی میبروندن این آدم خواهری حضرت این خواجه محمد گلشن و کدام مزارها هستن در همین دری مسجد اخی نکنه در همین دری مسجد تحصیل نکنه خب بعد همین سر کنیم اخی بود آبادی اینجا نماشند همه برای گفته همه خواجه محمد گلشن در راوی بعد در تگاوی سبق خواجه ابراهیم حضرت در تگاوی سبق گشته در راه حضرت داوود در ده حضرت ابو موسی با ده 12 کیلومتر دیگه بالا علم عالمی ها میگه عالمش اونجا همه خونش و مقبرش و های شیخ و های همش همه وقت بخیر ما رفتیم تقدیر نکرد ما تا بودی فرفتیم نه نرفتیم نه راه نبود راه شدگی بود آب راه نبود که گذاریم تقدیر نکرد من نیت کردم که حتما با خود خود این جاها بیام برای من هم جاهای مقدس هم تاریخ همین مسجد جالب بود این سفر ما کم غیر نقشه‌ای اومدیم تاریخ مسجد چی است از کجا اومده اصلا این مردم اگه اروی همین مثلا ما اینجا قشلا حاضر که 60 سال گذشته قشلا نه پیدا شد همین قشلاقو به مثلا این غیر ما وارد اروی همون زبوناشو میگن که ما دیگه خیلی جمع میزنیم خیلی زبون هم توجیه مثلا هم انجمن میگن شیوه دیگر شیوه دیگر اروی هم میگن هر جا اومده باز عجیبی کار در این است که ما در ناحیه پنجکن زندگی میکنیم بعضی دهه‌هایی که در جانب‌های ما است تاریخش اگر گفته بریم از مسجد رفتیم انا که اینجا که بعدی مهاجر شدن برفتن آدم‌ها در همین قشلاق ما دو تا سه میگن و به همون احرار مختار گفته که تاریخ شناس تاجیکستان داره این همین ادارهش در همین لنینگراد داره و میگه تو میری همین یک چیزی کنترین به من میگه ده با همه آدم اومده بعد
همین قیافه میگرد مثلا کتاب موندگی بودیم مزارا و همین ما رو درونگی بردگی همون چیزا یا هیچ نیست بیچاره با میرم میگه این کتاب میگه من خوندن نمیکنم من مقاله همین چیزا رو میگیرم من میرم تفسیر همین خیلی گفتن این سنگ انداز یک سنگ قبرستون آوردن یک سنگ رو دلیل میگیرن همینا رو میبرن بعد تفسیر آدم صاحب عنوان میشن همین چیز نیست باز ما رو نداریم تاریخ همین چیزا رو بردن هیچ قیافه هیچ نیست همه آدم که میگن همه خواه رفتن نه بلکه مچه همه عینی ها یغنا و انجار هم میشه خود مذهب بشن خود سیمه فری گشتن همه چیزا رو بود در جان تشکر زنده باشید سلامت باشید انا شفت حالا یک دعا میکنم من شما همه اما بده همه آمده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا انت سبحان ان كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحان ان كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحان ان كنت من الظالمين خداوند زیگردانی بلاها را ضیافت‌ها نگهداری تو مؤمنان را به حق هر بگیسوی حبیبت برارد جمله حاجت‌های مؤمنان را خداوند در همین وقای عصر تمام مسلمان در کری زمین در پناه اسمت نگهدارشان اگر بیمار باشند شفای کامل از خزینه غیب عطا کن خداوند زندان به دیگه مسلمانان از زندان آزاد کن هزارا و نجات خداوند روز نماز مؤمنان را قبول کن کسب کار دهقانا و برکت عطا کن خداوند مبارک زاده عید همه قربان همه را به 100 سال مای بینقصون برسون الله اکبر هزار رحمت یک جهان تشکر چی دادن؟ ببینی؟ اوه نه مورک شد خا انا مورک شد بیره جا زنم نکی معنیش می؟ کوهستانی مسجد یه حاج بابا دادن در که عباس اینه احتیاط کنید یا؟ شوخی نکردیم؟ خوب احتیاط کنید گم نکنید بو من پرسیدم ایستم که نیوی حاج بابا بود تمام شدن با دونش زفرافکه میکنید خاطره مونده هر کس یک چیز نمیتیاد فهمید ام مهر محبت میتیاد که فهمیدم من اگه گم کنه نگر کاری ناز نه رفته عزیزای دل من راستیگاه سخت خرسند هستم که در کوهستان مسجد قرار دارم من فکر میکنم این آمدن خودم رو من حساب نمیکنم زیرا به نهایت یک گوشه دل در کوهستان مسجد مونده ایستاده است نگفته نماند که من با برادر عزیز اکای سهراب در عقبه شهرستان شناخته شدیم یک موضوع رو گفتنی هستم اما دلم خواطر که بعضی ها کج میفهمند شاید که این هم به خود تعریف کنی درآید و هم به منت درآید از هر دوی همین راه هم من فارغ هستم تنها برای عبرت شدن به نسل نو است به خردسالکان به دودرکان عزیز شده این گپ رو میگویم سالهایی که ما خود بودیم میگفتن که یگان نیکی در زمین نمیموند گرچند خورد هم باشد من باره به ناحیه مسجد نو سفر میکردم در راه خوجان رفته ایستاده بودم اکای سهراب با ماشین از من گذشتن افغان کردن گین سبقت کردن دیدم که چرخهای ماشینشون کمک سوست است مرگت کنان از پسشون رفتن گرفتم معلوم شد که اون کس خبرشون بوده است که وای سوست سراسیمه بودند که تستر روند در یگان ولکانیزاسیا بالون رو تران کنم من که بسیار مرگت کردم ایستادن خواطر شدند که پر سوز شده در زمین شیشته باشد ایستادن پرسیدن که نساز داری یا نه من نساز دادم 5 دقیقه بالون تران کردم کاری کردگی از دست من اومده انا همین است و تمام دیگر کار نکردم برایشان ما شنا شدیم رقم ها رو دادن رقم ها رو گرفتن ما با اون شخص زنگ زدیم من همین 2 روز است که ما مهمان یعنی برادر عزیز هستیم من به نهایت خرسند من فرزند عزیزشان نامتون چی دادر جان شیراز جان ما رو همراهی دارن ده رو تماشا داده ایستادن خوبی کرده ایستادن مهمانداری کردن دیروز پور در مهمانی همون کس قرار داشتیم شب در مهمانخانه شون خوب بودیم حتما من مهمانخانه شون رو نوار میگیرم همین جای‌ها که اومدید از خدمت رسانی‌های مهمانخانه شون برخوردار شوید عزیزای دل انسانی خوب هستند و من امروز پور ده رو سیر و گشت داده و باز اجازه نداده ایستادن که ما به ده رویم ایدی قربان است امروز قربانی شده ایستاده است در خاندان اکایشون باز یک سری یک دسترخوان یک برده نان بعد گسیل میکنن به همین خاطر میگم که عزیزای دل دودرکان شیرین از خودم خردسالها همه وقت تو توانید نیکی کنید تنها گفتن میخوام که حتما به یکدیگر نیکی کنید نیکی یگان وقت خالی نمیماند به یک نساز دادن و یکی وظیفه ما بود
من همین قدر دو روز باز ما نوری دیده و بالای چشم و بالونشین و صدرنشین هستیم. سلامت و سربلند باشید. به هر یک شخصی که ما رو در این سفر همراهی کرد من میندوری خودم رو بیان میکنم. یک جهان تشکر برای همتون عزیزای دلی مسجوحی کوهی. با کانال ما حتما ابونه شوید، همچون یک مهمان قبول کنید. خدا خواهد در توی و معرکه های شما آمده و خدمت میکنیم. حتما رقم ها رو گیرید. در توی و معرکه ها اگر نوار بردار لازم می شود، اگر در مکتب ها عکس بردار لازم می شود، عموما در همین دو خدمت رسانی که عکس برداری و نوار برداری هست حتما دعوت کنید. ما میبینیم خدمت شما رو برآورده میکنیم. حتما یک جهان تشکر برای همتون. انمی انسان هایی که برای ما خدمت کردن از نام همه مردم مسجح نمونه عبرتی تمام مردم مسجح بود. برای من یک چیز دیگر جالب بود که گویا که در مهمانداری اینها مسابقه داشته باشند. در راه میبینید اگر سلام میگید میگه پیاله چای، کسی که نباشد اگر سلام علیک کرده میگه پیاله چای. من راستی گپ سخت خرسند خوشبخت هستم که در ناحیه مسجح کوهی قرار دارم، نوار برداری دارم. اما این آمدنی من حالا حساب نیست. من میخوام که از درها نوار کنم، اما برای ما همراه لازم است، شرایط لازم است. حتما دعوت کنید بیایم در درهای شما نوار کنیم و در سامانه های اینترنتی در تاریخ باقی مونه. یک جهان تشکر. شما بیان رحمت زنده باشید. نامتون چی؟ محمد علی. سین چند میخونه؟ شما در یگان شهر کلان شدگی چی هم؟ نه در دلورزین. شما نمیتون چی؟ بنیامین. سلامت باشید. یک جهان تشکر. شما دیگره از گرمی نوری قمر باور نمیکنم، در سردی مهری پدر باور نمیکنم. چون حاجی که کرده حج از بحری آبرو، در شخصی از دین به خبر باور نمی کنم. از ما خیانت میکند آن یاری به وفا، از خنده ای آن لب شکر باور نمیکنم. چون آیه قرآن به پول ملا بخواندگر، در سله و ریشش دیگر باور نمیکنم. باور نمیکنم. اگه درد به شوخ شگیره دیگه برای باور کردم. خدی زرفشونه گذر میکردم، دخترای خوش کرده نظر میکردم. خوشتومنی نزد داماد دوست میدارد، خوشتومنی گنده خدا بردارد. از خانه برآمدی و دست گرداندی، خوشتومن تر از ویچکی من ماندی. مردم بی بی عقبه گذشتم بی بی، جان و دلی من فدای نامی بی بی. ای بی بی میگود یا زن گیره دادری کیون، در ملکی پدر باشد و هم راحتی جونم. بله سلام علیکم. خود چی میرفتی؟ استخوانه هم داشته گیدن؟ هزار رحمت که شورا به تمام نمود خدمتاتون یک جان تشکر. هزار رحمت. چاز در وید حتما طرف ما زنده باشید. سلامت باشید. خداوند نگهبانی شما. شو اشتباه نکنید. یاد سر دیگه نمیشه. با تقدیر با نصیب باشه نصیب بخوام. پناه تو بخدا کشاو. شوش کار داره خداوند رو اسفته. یکون وقتی وای میشه دمی جان. هزار رحمت.
ما همینجا لوبه بریم یک جان تشکر. من راستی گپ سخت می‌ندارم. گام نسا از توی فرزندو اجازه نده بریم خدمت خدا خیر خدا خیر سلامت باشید خدا کن به خدا. تلفن خدمت همینجا رحمت الله.